بعضی وقتا سوال میکنید که ما چرا باید دغدغه مسائل جامعه رو داشته باشیم؟ ما چرا باید دغدغه مسائل جامعه رو داشته باشیم؟ با خودمون میگیم به ما چه جامعه هر چی میشه بشه. اگر بخوام یک پاسخ خیلی کوتاه، روون و قابل فهم خدمتتون بدم، یه مثال براتون میزنم. شما یه تیم فوتبال رو در نظر بگیرید. بازیکنان این تیم دو جور میتونن بازی بکنن تو این تیم. یه جور بازیشون اینجوریه که فقط فکر این باشن که خودشون رو نشون بدن، خودشون رو ببرن بالا، خودشون گل بزنن، یعنی بیشتر کارهای فردی رو تو این تیم انجام میدن. جور دیگه اینه که بازیکنان میدونن اهداف تیم چیه، بهش پی بردن. مربیشون هم خوب میشناسن که مربی حکیم و فهمیده، خودشون رو در اختیار تیم قرار میدن. لذا خیلی خودشون رو نمیبینن، خواسته های خودشون رو نمیبینن. چون در اختیار تیمن، اون تیم ولو ستاره شناخته شده فوتبالی توش نباشه، برای همه تیم های پرستاره دردسره، چون بازیکنانش در اختیار تیم. بازی می‌کنیم و داریم میریم و گل زدن. داریم گل می‌زنیم. بازیکنانش در اختیار تیم. آره، من و تو اگر تو تیم امام زمان باشیم، برای امام زمان قدم برداریم، از بعضی از خواسته های خودمون به نفع خواسته های امام زمان چشم پوشی بکنیم، اهداف عالیه‌ای که در انتظار اون جامعه است، سودش به نفع ما هم هست. مثل اون تیمی که اگر برنده بشه، این بازیکن از خود گذشته هم سود میبره. اما اونجایی که فقط به فکر خودمونیم، فقط خودمون رو میبینیم، خیلی وقتا تیم زمین میخوره و وقتی تیم زمین خورد ما هم داشتیم. زمین میخوره و وقتی تیم زمین خورد ما هم